سلام بچه‌ها، چطورید؟ اومدم که با هم دیگه دوباره یه دست انفجار بازی کنیم و توی این دست بهتون یه ترفند خیلی باحال رو یاد بدم. یه بار براتون فیلمشو گرفتم ولی خب چون کوتاه بود نمیتونستم یعنی توی ویدیوهای شورت بذارم. الان باز بلندتره میتونم براتون بذارم. نگاه، توی این ترفند شما باید یه مبلغی بالاتر از چیزی که حالا معمولا استفاده میکنیم یا یه مبلغی که ضرب در یه ضریب کوچیک بشه یه چیز قابل توجهی به دست بیاد. مثلا الان چون خب من زیاد تمرکزم ندارم، فقط واسه بازی میخوام برای شما بگیرم، میام و روی 100,000 تومان میذارم و ضریبم رو یه چیز خیلی پایینی مثل 1/16 حالا یا هر ضریب دیگه ای انتخاب میکنم. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ من خیلی سریع به این ضریب میرسه نمودار و وقتی که انقدر سریع میرسه من با اون مبلغ کمی که گذاشتم یک سود زیادی میکنم. نگاه چی شد؟ الان مثلا با 100,000 تومان روی 1/15 در حد مثلا شاید 1 ثانیه من 15,000 تومان سود کسب کردم. ریسکای خودشو داره ولی خوبی های خودش هم داره. امیدوارم از این ترفندم بتونید توی بازیاتون استفاده کنید. حتما توی یه سایت معتبر مثل jetbet90.com بازی کنید و اینکه حتما یادتون نره که بونوستون هم ازشون بگیرید.